Domlo Yazid, یک سوال داشتم. پول من اویلیمو به نصاب رسیده است از 20,000 دلار زیاد. ما در مسافرت قرار داریم، خانه داریم، همه شرایط داریم، لیکن دو فرزند بیمار داریم که آنها کار نمیکنند. آنها بلاغت برسیدن، خیلی کلانند، لیکن کار نمیکنند. آیا ممکن است که من زکات دهم یا اینکه وقتی که دو فرزند شما کار نمیکند یعنی سبب صرف بیماری؟ زیادتر میشه و درآمدتان کم، لیکن با وجودی همین وقتی که پولتان به نصاب رسیده است زکات میبرید. یعنی که فرزندتان کار نکردنیش و بیمار بودنش پیشی راهی زکات نمیگیرد. زکات به آن آدمی واجب است که پولش به نصاب رسیده است. وقتی که زکات میبرید انشاءالله باز برای احتمال شفا یافتن آنها سبب میشه، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوا و مرضاکم بالصدقه گفتند بیمارهای خود با صدقه تبابت کنید. زکات هم صدقه است و احتمال درست شدنشون. یکی دو نفر وقتی که کار نمیکند پولی که شما مییابید یعنی که صرف و خراجاتتون زیادتر میشد، لیکن پولتون که از نصاب به هر حال گذشته است کمتر زکات میتید. همین از سبب اون که صرف و خراجات زیاد دارید و پول زیاد ندارید زکات کم میتید، یعنی دونیم فایز میدید، لیکن این باعث نمیشد که از شما زکات ساقط شود. یک آدم میلیاردر است مثلا بچه اینولید دارد و بچه اینولید صرف و خراجات کردن گیرد، هر 12 ماه برای این به طبابتش برای صرف و خراجاتی مثلا خواه برای نگاه و بینش خواه برای طبیبش صرف خراجات کردن میگیرد، لیکن از پول نقد چقدر کم شد از همون پول نقد زکات برآوردن میگیرد. زکات حقی مال است. زکات مثل نماز و روزه نیست. زکات حقی ما از مال برآورده میشد.